أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الدعواتی، یعنی کتاب دعاها. اولین باب در زیر کتاب دعاها باب فضل الدعا می باشد، یعنی باب در مسئله فضیلت دعا کردن. پس ما و شما از این باب دو درس گرفتیم و درس امروزمون از حدیث 1473 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1473 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت انس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا و طلب میکردند و پناه میبردند، میگفتند اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و فی روایت وضلع الدین و غلبة الرجال. رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این کلمات دعا میکردند. این دعا چنین معنا دارد که اللهم انی اعوذ بک من العجز، یعنی ای بار الها هر آینه من پناه میبرم به تو از ناتوانی، از عاجزی و بیچارگی. ای الله سبحانه و تعالی به تو پناه میبرم. ای الله من را از ناتوانی و بیچارگی، از عاجزی دور بگردان. والکسلی، و همچنین ای الله جل جلاله پناه میبرم به تو من از تنبلی و سستی و از بیخوشی. ای الله جل جلاله تنبلی و بیخوشی را از من دور بگردان. والجبنی، و همچنین ای بار الها پناه طلب میکنم، پناه میبرم به تو از ترسو بودن، از بزدل بودن. والحرمی، و همچنین ای الله جل جلاله پناه میبرم به تو از پیری و ناتوانی. وقتی که انسان پیر میشود، ناتوان میشود، از همه حرکت و از محتاج دیگران میشود، ای الله جل جلاله از این طور پیری من پناه میبرم به تو. والبخلی، و همچنین ای الله جل جلاله من پناه میبرم به تو از بخیلی، از بخل و بخیلی. ای الله جل جلاله به تو پناه میبرم. پس ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دعا از 5 چیز پناه برد. 3 چیز اینها انسان را تنبل میکند، از عمل باز میدارد که انسان دیگر به درستی نمیتواند عمل بکند، به درستی نمیتواند الله پاک را عبادت بکند. یکمش عجز است، ناتوانی. دویمش تنبلی هست. سیومش پیرانسالی هست. این 3 چیز انسان را از عمل باز می‌دارد یا برای انسان مشقت می‌شود الله را عبادت کردن و عمل نشان دادن و عمل کردن. اما 2 تای دیگرش، آن 2 تایش انسان را از گفتن حق و انسان را از عملهای نیک را درست انجام دادن همچنین باز می‌دارد. یکیش جبن است، یکی از اون عملها جبن است، یعنی ترسو بودن. وقتی انسان ترسو باشد، اون انسان
از زندان ترسیده دیگر حق را گفته نمیتواند. اون انسان از ترس زندان دیگر نمیتواند که حق را برای مردم بگوید، برای مردم حق برساند و مردم را دعوت به سوی دین بکند و مردم را تعلیم و تدریس بدهد. انسان از تعلیم باز میماند وقتی که ترسو باشد. و بخل باشد انسان را از سخاوتمندی باز می‌دارد. دوست داشتن زیاد مال انسان را باز می‌دارد که اون انسان از اون مالی داشتهش، از اون ثروتی داشتهش بذل و بخشیش و صدقات را انجام بدهد. پس این دو چیز همچنین چیزهای هلاک کننده است. یکی ترسو بودن که انسان را از رساندن حق باز می‌دارد، انسان را از تعلیم و تدریس و از دعوت به سوی اسلام باز می‌دارد. دوم از بخل که انسان ثروتمند را از صدقات و از بذل و بخشیش مالش در راه الله باز می‌دارد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از این 5 چیز پناه بردن. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی ای بار الها من پناه میبرم به تو از عذاب قبر، یعنی ای الله من را همچنین از عذاب قبر محافظت بکن و نگه بدار. و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، و همچنین ای الله من پناه میبرم به تو از فتنه زندگی و مرگ. هر فتنه هایی که در زندگی به وجود می آید ای الله مرا از اون فتنه ها محفوظ نگه بدار. و هر فتنه هایی که در حالت مرگ یا پس از مرگ، در حالت وفات کردن یا بعد از وفات کردن هست ای الله جل جلاله من را از اون فتنه ها دور نگه بدار. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین این کلمات را علاوه میکرد که و ضلع الدین و غلبت الرجال، یعنی ای بار الها من پناه میبرم به تو از سنگینی و از گرانی بار قرض. و ضلع الدین یعنی قرضداری بسیار مشکل است. قرضداری انسان را بسیار پریشان خاطر و خواب را از چشم انسان میگیرد. پس ای الله جل جلاله از سنگینی قرضداری، از باری گران قرض من پناه به تو میبرم که من را هیچگاه قرضدار نکنی و در زیر بار قرض مرا گرفتار نکنی. و غلبت الرجال، و همچنین ای الله جل جلاله پناه میبرم به تو از غلبه کردن مردان که کسی بالای من غلبه نکند ای الله جل جلاله. و از قهر و از بالای من در کدام مرد کدام انسان تسلط پیدا نکند که من را مغلوب بگرداند، من از جمله مغلوبان بگردم ای الله جل جلاله. پناه میبرم به تو از این صفت ها و از این حالت ها. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود حدیث 1473 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1474 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن ابی بکر الصدیق رضی الله عنه انه قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. میگوید که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1474 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت است که انه قال، هر آینه ابو بکر صدیق خسوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو بکر رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتند علمنی دعاء، گفتند ای رسول الله به من دعای را یاد بده، بیاموزان دعای را که ادعو به فی صلاتی، یعنی با آن دعا من در
نمازم دعا بکنم، یعنی اون دعا را من در داخل نمازم استفاده ببرم و اون دعا را در داخل نمازم بگویم ای رسول الله برای من دعای یاد بده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قل اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق را گفتند که ای ابوبکر بگو اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خصوص خودش به ابوبکر صدیق رضی الله عنه، به محبوب ترین شخص برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگترین شخص در اسلام محمد رسول ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند که این دعاها را در نمازت بگو. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابوبکر صدیق این دعاها را تعلیم دادند که متفق علیه است. این حدیث متفق علیه است، هم بخاری و هم مسلم روایتش کردگی هست. این دعا چی معنا دارد که رسول الله برای ابوبکر صدیق تعلیم داد؟ این دعا را معناش چنین است که اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی ای بار الها هر آینه من ظلم کردم خودم را، خیلی ظلمی فراوان و زیاده. ای بار الها من خودم را خیلی ظلمی فراوان و زیاد کردگی هستم. یعنی که یکی از مستحبات، یکی از سببهای قبول شدن دعا این است که انسان بیان بکند، اقرار شود گناهان کرده اش را. چطوره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بگو اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی ای بار الها هر آینه من نفس خودم را خیلی ظلم کردگی هستم، بعضی حالتهای گناه و معصیت کردگی هستم و عاجزی خود را بیان کردن از سبب قبول شدن دعا میگردد. چطوری که حضرت موسی علیه السلام هم بیان کردن که رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی ای بار الها هر آینه من هر آن چیزی که تو برای من نازل بکنی، از هر نعمتی که برای من بدهی، من فقیر هستم و من محتاج هستم. الله سبحانه و تعالی از زبان موسی علیه السلام در سوره قصص آیت 24 این را آورده میگوید که حضرت موسی گفتند که ای پروردگارا هر خیری که برای من بدهی، هر نعمتی که برای من بدهی، باز هم من فقیرم و باز هم من محتاجم و باز هم من نیازمند هستم. یعنی ما بندگان همیشه نیاز داریم و اقرار کردن نیازمندی امان، اقرار کردن گناهانمان، این خود سببی قبول دعا می شود که با سوی الله اقرار شویم که بار الها بله من گناه کردم، ظلم کردم نفس خودم را. ولا یغفر الذنوب الا انت، و نمی بخشد گناهان را بجز تو ای الله. یعنی کسی گناه را بخشیدن نمی تواند مگر اینکه تو ای الله ذوالجلال می توانی که گناهان را ببخشی. چطوری که الله هم در سوره آل عمران آیت 135 میگوید که و من یغفر الذنوب الا الله، و کی می تواند که گناهان را ببخشد بجز الله؟ آیا کسی غیر الله گناهان بندگان را بخشیده می توانند؟ البته که نه. پس بخشنده گناهان الله ذوالجلال می باشد. ولا یغفر الذنوب الا انت، و نمی بخشد گناهان را بجز تو ای الله جل جلاله، کسی بخشیده نمی تواند. اکنون بعد از بیان کردن عاجزی و بعد از بیان کردن قدرت الله جل جلاله، عاجزی خودمان را بیان کردیم، بعد قدرت الله را بیان کردیم، میگویم فاغفر لی مغفرة من عندک، یعنی ای بار الها ببخش من را به آن آمرزش و بخشش که
از نزد خودت است ای الله جل جلاله. با همان بخششت ای الله من را ببخش. وارحمنی، و ای الله همچنین من را رحم بکن. انک انت الغفور الرحیم، هر آینه تو ای الله غفور و بخشنده و رحیم و مهربان هستی ای الله جل جلاله. پس این هست معنای این دعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق رضی الله عنه این کلمات را، این دعا را تعلیم دادن که این در نماز در سجده، یعنی این دعا در نماز می شود که در حالتی که سر به سجده هستی این دعا را بگویی. همچنین در سجده بعد از سبحان ربی الاعلا می شود که این دعا را بگویی. یا همچنین می شود در تشهد اخیر پیش از سلام دادن از نماز این دعا را بگویی. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که و فی بیتی، در اون جایی که ابوبکر صدیق گفت که من را یاد بده دعای را که من با آن دعا در نمازم دعا بکنم، در روایت دیگر میگوید که من در خانه ام دعا بکنم دعای را برای من تعلیم بده. و روی ظلما کثیرا، در یک روایت ظلما کثیرا آمدگی است و در روایت دیگر و روی کبیرا، همچنین کلمه کبیرا هم آمدگی است، یعنی که ظلمی فراوان و ظلمی بزرگ. کثیرا یعنی ظلمی فراوان کردم، ظلما کبیرا یعنی که ظلمی بزرگ انجام دادم. بعض علما میگویند که و روی کبیرا بالثاء المثلثه و بالباء الموحده، یعنی هم کثیرا و هم کبیرا آمدگی هست. فینبغی ان یجمع بینهما فیقال، پس شایسته و سزاوار است که جمع کرده شود بین این دو دعا، بین این دو کلمه، پس گفته شود که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا. می شود که این طور دعا کرد، یعنی هم کلمه کثیر را و هم کلمه کبیر را در دعا بیان کرد. پس این بود حدیث 1474 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1475 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1475 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء، یعنی از ابو موسی رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این دعاها دعا میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعاها قطعی دعا میکردن، میگفتن اللهم اغفر لی خطیئتی و جهلی و اسرافی فی امری و ما انت اعلم به منی، اللهم اغفر لی جدی و هزلی و خطئی و عمدی و کل ذلك عندی، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق علیه. این حدیث متفق علیه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این کلمات دعا میکردن. یعنی چی؟ میگفتن اللهم اغفر لی خطیئتی، یعنی ای بار الها ببخش خطاهای من را، هر خطایی که انجام دادم ای الله خطاهایم را ببخش. و جهلی، و با جهل و نادانی هر کار را هم که انجام دادم ای الله جل جلاله اون را ببخش، یا که کار را از جهل و نادانی انجام دادن نتوانستم، فراموش کردم، ای الله اون را هم همچنین از من ببخش و برای من ببخش. و اسرافی فی امری، یعنی ای بار الها زیاده رویی که در کار کرده باشم
زیاده روی هایم را ببخش ای الله جل جلاله. و ما انت اعلم به منی، ای بار الها ببخش از من آن چیزی را که تو داناتر هستی به آن از من دیده، یعنی آن کارهای را که تو داناتر هستی از من دیده، ای الله اون کارها را همچنین از من ببخش. اللهم اغفر لی جدی و هزلی، یعنی ای بار الها ببخش از من و ببخش برای من گناهان را که من به جدیت انجام دادگی هستم، و هزلی و همچنین آن گناهان را که با هزل و شوخی انجام دادگی هستم، ای الله جل جلاله آن گناهان را از من ببخش. و خطئی و عمدی، ای بار الها خطاهای من را یا آن گناهان را که به خطا انجام دادم، آن گناهان به خطا انجام دادم را ببخش. و عمدی و آن گناهان را که با عمد و قصد انجام دادم، همچنین ای الله آن گناهان با عمد و قصد انجام دادم را ببخش. و کل ذلك عندی، یعنی همه اینها در نزد من هست. این هم باز یک اعتراف دیگر از جانب بنده برای کمبودی داشتنش است که میگوید و کل ذلك عندی، یعنی همه اینها در نزد من هست ای بار الها پس گناهان من را ببخش. اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، یعنی ای بار الها ببخش من را آن کارهای را که انجام دادم از پیش و آن کارهای را که آن گناهان را که بعد انجام میدهم، ای الله ای بار الها اینها را برای من ببخش. و ما اسررت و ما اعلنت، ای بار الها هر آن کار را که پنهانی انجام دادم، هر آن گناه را که پنهانی انجام دادم، و ما اعلنت و هر آن کار را که آشکارا انجام دادم، ای بار الها ببخش. و ما انت اعلم به منی، ای بار الها و هر آن کار را که تو داناتر هستی به آن از من دیده، تو خبردارتر هستی ای الله جل جلاله آن گناهان و معصیت ها را همچنین از من ببخش. انت المقدم، ای بار الها تو مقدم هستی، پیش برنده هستی با کارهای خیر، با کاری خیر قوت دهنده الله تو هستی، پس به من قوت بده که کارهای خیر را انجام بدهم. و انت المؤخر، ای بار الها تو به عقیب اندازنده هستی، پس ای الله من را به عقیب بانداز که کارهای بد، گناه و معصیت را انجام ندهم. و انت علی کل شیء قدیر، و تو ای الله جل جلاله بر همه چیز قادر و توانا و قدرتمند هستی ای الله جل جلاله. پس این بود حدیث 1475 کتاب ریاض الصالحین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این دعاها دعا می کردند. بعد از این حدیث 1476 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1476 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهایش میگفتند که اللهم اینی اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما لم اعمل، یعنی که ای بار الها من پناه میبرم به تو از بدی و شر آن کارهایی که من انجام دادم، یعنی هر کاری را که انجام دادم در آن کار بدی باشد، در آن کار شر باشد، پس ای الله من پناه میبرم به تو من را حفظ بکن از آن بدی ها، از آن شر که در آن کار هست. و من شر ما لم اعمل، و همچنین ای الله جل جلاله پناه میبرم به تو از بدی آن کارهایی که در آینده انجامش میدهم، حالا انجام ندادم و در آینده
هر کاری را که انجام میدی هم بدی در آن کار باشد، پس ای الله جل جلاله من را از آن بدی حفظ بکن و نگه بدار. رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این بود حدیث 1476 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1477 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1477 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان من دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتك و تحول عافیتك و فجاءة نقمتك و جمیع سخطك. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میگفتند. یعنی چی؟ یعنی رسول الله میگفتند اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتك، یعنی ای بار الها من پناه میبرم به تو از زوال نعمتت، آن نعمتی که به من دادی، از بین رفتن آن نعمت را به تو پناه میبرم که الله اون نعمت را از من نبر، اون نعمت را بالای من قرار بده و من را با آن نعمت نگه بدار. و تحول عافیتک، و همچنین ای بار الها من پناه میبرم به تو از دیگر گون شوی عافیت که به ما بخشیده ای، آن عافیت و تندرستی که به ما دادی ای الله جل جلاله من پناه میبرم به تو که آن عافیت را از ما نگیر، آن عافیت و اون سلامتی و آن صحتی که به ما دادگی هستی آن را در ما نگه بدار و از بین نبر. و فجاءة نقمتک، ای بار الها ما همچنین پناه میبریم از ناگهانی عذاب و خشمت که به بالای ما نآری، ای الله سبحانه و تعالی عذاب و خشمت را بالای ما نآری، ما از ناگهانی بالای ما خشم و عذابت آمدن پناه میبریم به تو ای الله جل جلاله. و جمیع سخطک، و همچنین ای الله جل جلاله ما پناه میبریم به تو از همه خشم و غضبت، از تمام غضب تو ما ای الله جل جلاله به تو پناه میبریم که ما را محفوظ نگه بدار و ما را دور نگه بدار از غضب و از خشمت ای الله جل جلاله. رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1477 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1478 کتاب ریاض الصالحین را می آورد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1478 کتاب ریاض الصالحین می گوید و عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال، یعنی از زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند، یعنی این دعا را می کردند، این دعا را می گفتند که اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والهرم و اعوذ بک و عذاب القبر، اللهم آت نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. زید بن ارقم رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم
با این کلمات دعا میکردن، یعنی میگفتن که اللهم اینی اعوذ بک من العجز، یعنی ای بار الها من پناه میبرم به تو از ناتوانی، و الکسلی، ای بار الها من پناه میبرم به تو از تنبلی، و البخلی، ای بار الها من پناه میبرم به تو از بخیلی و از کنسکی، و الحرمی، ای بار الها من پناه میبرم به تو از پیری که انسان را محتاج میگرداند، و عذاب القبری، ای بار الها من پناه میبرم به تو از عذاب قبر. اللهم آتی نفسی تقواها، ای بار الها عطا کن به نفس من تقوایش را، یعنی ای بار الها نفس من را با تقوا بگردان، نفس من را از جمله متقی ها بگردان، از جمله پرهیزگاران بگردان. و زکیها انت خیر من زکاها، ای بار الها پاک بگردان نفس من را، تو بهترین کسی است که پاک میگردانی. ای الله تو بهترین کسی پاک گرداننده نفس ها هستی، پس نفس من را ای الله پاک بگردان. انت ولیها و مولاها، ای الله جل جلاله تو مالک و تو یاور و مالکی نفس من هستی، تو صاحب نفس من هستی، و مولاها و کارساز نفس من تو می باشی الله جل جلاله. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی ای بار الها من پناه میبرم به تو از علمی که فایده نمیرساند، یعنی آن علمی را که انسان میفهمد و میخواند اما برای صاحبش هیچ فایده نمیرساند. پس ای الله من پناه میبرم به تو از آن علمی بیفایده. و من قلب لا یخشع، ای بار الها من همچنین پناه میبرم به تو از دلی که ترس در اون دل وجود ندارد، از دلی که ترس در داخلش نباشد، پس من پناه میبرم به تو ای الله جل جلاله. و من نفس لا تشبع، ای الله من همچنین پناه میبرم به تو از نفسی که سیری ندارد، از نفسی که قناعت ندارد، از نفسی که قانع نمی شود، همیشه گشنه است و همیشه میخواهد داشته باشد و طلب میکند. پس ای الله جل جلاله از آن نفس من پناه میبرم به تو. و من دعوت لا یستجاب لها، و همچنین ای الله جل جلاله من پناه میبرم به تو از دعایی که استجابت نمی شود، از دعایی که در درگاه تو قبول نمی شود. پس ای الله جل جلاله من پناه میبرم از آن دعا همچنین. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1478 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1479 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث 1479 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم و در آخر میخواهم به سمع شنوندگان برسانم که این کلمات زیبا، این دعاهای پرمضمون و این طلباتی که یکایک ما و شما محتاجش هستیم، پس این دعاهای کوتاه را با لفظهایش که از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم است حفظ بکنید، از یاد بکنید، در دعاهایتان، در نمازهایتان، در هنگام سختی‌ها و مشقتی که بالاتان می آید دست به جانب الله برداشته با این کلمات زیبا دعا بکنید و پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم را بکنید در این دعاهایتان که اینها را با لفظهایش حفظ کرده و با این الفاظ دعاهای خود را انجام بدهید. این هست یک توصیه برادرانه و دوستانه. بارک الله فیکم
و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.